برادر و خواهر عزیز، آیا به روز حساب و جزا باوری داری؟ روزی که انسان برای هر یک عملی بدی که انجام داده است سزای مناسب خود را می گیرد. تو بینگر که قانون دنیا نیز همین است. برای هر جنایتی که انسان انجام می دهد سزاهای گوناگون معین شده است که هر جنایتکار بی سزا نمی ماند. حتی در یک کارخانه که قانون آن را رعایت نکردی البته یا جریمه می شوی یا از کار تو را پیش می کنند. خلاصه هیچ عمل انسان بی سزا نمی ماند، هم در این دنیا و هم در آخرت. برادر و خواهر عزیز، پس وقتی که به گناهان دست میزنی و قانون الهی را پایمال میکنی، وقتی که در شبکه‌های اینترنتی در فکری به فساد کشیدن دیگران هستی، صورت و ویدیوهای زنان نیم برهنه و لوچ را کلاس مانده پهن میکنی، دشنام و حقارت‌های فحش نوشته دیگران را آزار میدهی، گمان میکنی که به سوی خدا بازگردانیده نمیشوی و این عمل تو بی سزا میماند. از همه بدترش آن است که بعضی جوانمردان نامی، یعنی که با نام جوانمرد، با نام یگان دختر سامانه کشاده در آن صورتهای زنان نیم برهنه و لوچ میگذارند، حتی صورتهای فحش گذاشته دیگران را به فساد میکشند. این خصلت منافقان است، یعنی انسانهای درویه که طبق آیات قرآن تحترین طبقه دوزخ جای آنهاست. العیاذ بالله. بعضی دختران در صحیفه های اینترنتی خود صورتهای زنان خوشروی با حجاب را میگذارند با این گمان که این عمل آنها کار گناه نیست، ولی بیخبر از آن که زن اگرچه با حجاب است وقتی جوان و زیبا باشد و در معرض تماشای همگان قرار بگیرد هر مردی را بیقرار می کند و به فساد می کشد که این خیلی گناهی بزرگ است. برادر و خواهر عزیز، فراموش نکن که روزی در پیشگاه خداوند قائم می شوی و از هر عملی بدی که انجام داده ای یک به یک پرسیده می شوی. خداوند تعالی در سوره مؤمنون می فرماید: استعیذ بالله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. یعنی آیا گمان برده اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما برگردانیده نمی شوید؟ یعنی شما گمان میکنید که مقصد از آفرینش شما چیزی نیست و شما را خداوند بدون هدف و مقصدی پیدا کرده است و اینکه شما به سوی او برای حساب و کتاب بازگردانیده نمی شوید. یعنی البته شما به سوی خداوند بازگردانیده می شوید و از هر عملی بدی خود پرسیده می شوید و سزای عمل خود را البته می گیرید. پس ای برادر و خواهر عزیز، کاری کن که در آن روز پشیمان نشوی که پشیمانی هیچ سودی ندارد. وفرسانا بها متألقين فإن بساحة الهيجاء قوما بأردية التقى متوشحين أتينا والنفوس بها صفاء فلا حقد بغيض يعترينا أتينا نبتني للدين صرحا.